درود به همه دوستان. اولین تریلر فیلم مأموریت غیرممکن جدید تام کروز اومده، میشن ایمپاسیبل The Final Reckoning. بریم تام کروز چیکار کرده. Let's go. This can't all be true. Every word. Paramount. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? چه صحنه های یکیشونشون bomb was actually meant to kill him. He gassed a security briefing. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? Smart people on every side are close to panicking. What exactly is? مثل میشه که سیورنس هم می اردیبهشت ایران. Team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Everything you آهنگو everything you've done has come to this. ناو هواپیمابر. Him an aircraft carrier. Our lives are the sum of our choices. فقط بدو. This was your calling. Your destiny. آقا این فیلم تو سینما دیدن داره. I need you to trust me. One last time. وای خیلی هایپم کرد این تریلره. چی بود؟ چقدر بازیگر داره، چقدر اکشن داره. ناو هواپیمابر مثل میلکشیک سیورنس. چی میگه این زنه؟ چیه این؟ رئیس جمهور همه دارن احترام میذارن. We have to deal with him. Should he choose? عجب چیزی بود. میتونم بگم همین تریلر هایپم کرد، اصلا آدرنالین تولید شد تو خونم. Was just 2 months ago. ولی میگیرنش. فکر کنم اولین بار دستبند زدن تو این 9 تا فیلم اومده، 7-8 تا فیلم اومده، اولین باره که دستبند زدن به ایتن. This explains the handcuffs. It's still not clear what چقدر بازیگر معروف داره. to bring the world back from the brink. We have to deal with him. Should he choose to accept? یه چیزی میشه انگار دولت بعد با ایتن یه دیلی بکنه. People on every side are close to panicking. What exactly is? مثل میشه سیبیلش هم نگه داشته. این برای من بامزه است که سیبیلش رو نگه داشته. Your plan. این ماسکه چی بود گذاشت؟ این هم چیز عجیبیه. اینو تو فیلم میفهمیم. ماسکی میذاره انگار تمام خاطرات همه رو میبینه. Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Everything you are. Everything you've done. خیلی شاتای فیلم های قدیمی رو خیلی نشون میده. شاتای مثلا این فیلم دوبهشونه. برای همین شاید میگم یه جمع‌بندی باشه که بخوان تموم کنم فرانچایز رو اینجا. The Final Reckoning هم اسمشه. شاید آخریش باشه. It's come to this. You gave him an aircraft carrier?
این شاتو چجوری گرفتن؟ این چیه؟ این پرده سبزه یا واقعا پریده اینو؟ پره تو آب از ایرکرافت کریر. Are the sum of our choices. This was your calling, your destiny. I have no regrets. بچه تیم قدیمی هم که هستن. Neither should you. I need you to trust me. One last time. آقا خیلی هایپم کرد، خیلی حال کردم. اردیبهشت بد جوری میرم سینما این فیلمو میبینم و که آخرین باراییه که تام کروز داریم توی این نقش میبینیم دیگه. متاسفانه اگه میشد همه یه چند ماه از زندگیمونو بدیم تام کروز جوون تر بمونه این فیلمو بسازه، خیلی ها این کارو میکردن. در هر صورت من خیلی با این تریلر هایپ شدم. شاید تریلر قبلی اونقدر به این شدت هایپم نکرده بود، ولی این خیلی هایپم کرد. احساس میکنم که خیلی باحال میتونه باشه و تام کروز حتی تو بدترین حالت یعنی میشن ایمپاسیبل قبلی که زیادم خوب نبود، یکی از بدترین میشن ایمپاسیبل بود، اونم اوکی بود. به نظرم اینجا جبران کرده، حداقل از تریلرش برمیاد خیلی فیلم خوبی باشه. یکی از بهترینا شاید باشه. فاینال رکنینگ هم از اسمش، که شاید تمام تلاششو کرده. دوست دارم نظر شما رو بدونم. این تریلر براتون هایپ ایجاد کرد؟ برام کامنت کنید. لایک سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.